دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سمت مدنیت استفاده‌بری زمین، زیاد نمودن کشتی پنبه‌دانه، کارکرد نخی پخته در ولایت ختلان از آن جمله در ناحیه وخش پی عمل قرار دارد. علی زحمتی ناحیه وخش با استفاده از تخم‌های خوش‌صفت وطنی و خارجی عزمی کامل دارند که در میدان 9500 هکتار تا 15 اپریل سال روان کشتی پنبه‌دانه را خوش‌صفت انجام دهند. برای این شرایط امکانات می‌رسد و این معرکه مهم تحت نظارت پیوسته رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و ناحیه وخش قرار دارد. به همه دهقانان و متخصصان ولایت خواهش میکردم که کشتی پخته را آغاز کنند، وسعت بیان. البته گرمی خاکم الکی 14 15 16 تا 17 در بعض منطقه تا 17 18 گراد گرمی خاکم الکی آمده است. برای همین در امروز در همین شرایطی که روزها ما در همین خواجگی کلاه ایستادیم، الکی وقتی کشتی پخته، وقتی اپتیمالی کشتی پخته همین روز است، همین وقت است. الکی از همین یکم تا دهم موافق گرافیک حکومت ولایت با تصدیقی که قربان حکیم زاده داده است، امروز باید ما تا دهم کشتی پخته با آخر رسانیم. در ناحیه وخش در همه جماعت‌های ناحیه خواجگی‌های کشاورزی با استفاده از شرایط و امکانات موجوده کوشش کرده ایستادند که در مهلت‌های بهترین کشتی پنبه‌دانه این معرکه مهم را انجام بخشند. با این مقصد 50 عدد تخم پاشک‌ها و تجهیزات آلات‌های کشاورزی در خدمت کشاورزان قرار دارد. واقعاً به تخم خوش‌صفت، تکنیک کشاورزی، توصیه متخصصان عالمان، رعایت معیارهای کشتی پنبه‌دانه، فاصله کشت، ما به هدف کامل رسیدن نمیتوانیم. پس چی باید کرد؟ اگر مسافه بین جاکو را 60 گرم در پخته میانه نخ 83,000 نیول باید در یک هکتار باشد. در بعضی جا به همین حساب اهمیت نمیتن، فاصله را کمتر زیادتر میگیرن یا کمتر میگیرن. اگر از 60 کمتر شود، وقتی کارکرد بین قطاری با تکنیکی که میدورد نیولا را بریده رفتنش ممکن. خواجگی تخم پروری، ذات پروری کلاب ناحیه وخش یکی از کلانترین خواجگی‌های کشاورزی ناحیه محسوب یافته، دارای 1350 هکتار زمین عمومی بوده از 5 شعبه و 22 بریگاد پخته‌کاری عبارت است. سال روان کشاورزان عزم دارند که در میدان 1150 هکتار کشتی پخته میانه خطابانی و ماینخ 26 فوریه تا 15 اپریل خوش‌صفت انجام بخشند. تخمی تابانی میانه نخ بوده در حاصلناکی تا 50 سنتنر حاصل گرفتن ممکن است. از همین اگر نقص کار کرد کنی، خب پخته ماهی نختی 93-26 باشد تا 35 سنتنر حاصل میتید، نه که در نخ نسبت دیگر نوعها افضلیت دارد. در خواجگی تخم پروری، ذات پروری ناحیه وخش تکنیک در خط آماده باش قرار داشته، معیارهای کشتی پنبه‌دانه قطعی رعایت می‌گردد. کشاورزان و مکانیزاتوران قدرشناسی می‌شوند. از تخمی‌های خوش‌صفت نوهای تابانی و 26 و نوهای پرقیمت پخته ماینخ ثمرناک استفاده برده می‌شود. خواجگی داران عزم کامل دارند که در میدان 300 هکتار کشتی پخته پرقیمت ماینخ گذرانیده، دیگر ناحیه‌ها را نیز با این نوهای پنبه‌دانه خوش‌صفت تامین نمایند. تا امروز از ناحیه‌های میر سعید علی حمدانی، عبدالرحمن جامی، شهریتوس، قبادیان، کوشانیان، وخش و ناحیه دیوش تیچی ولایت سوخت از خواجگی تخم پروری کلاب بهترین نوای ذکر گردیده تخم‌های خوش‌صفتی پنبه‌دانه را خریداری نمودند. تجربه دهقانان اصیل خواجگی تخم پروری، ذات پروری ناحیه وخش در ولایت ختلان همچون مکتب تجربه پیشقدم اعتراف شده است. در برابر این با بنیادی باغ‌های نمونوی میوه صادرات شونده اعتبار جدی داده می شود. سعیدزاده شیرعلی، شهرت شیرعلی، نمازری ارگش، ناحیه وخش، اخبار.